با گذشت 13 ساله از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، برخی از سربازان تاجیک از آن ناراحتی میکنند که بعضا برای شرکت در این جنگ ملامت میشنوند. حتی همین روز هم بعضی شخصانی هستند، بعضی افرادی هستند که با ما همچون یعنی می‌نگرند، بعضی حتی سخن‌های میگویند که شما رفتید در افغانستان برادران خود مسلمانان منو نیز کردید، گفته همین خیلی سخن‌ها میگویند، لیکن این برحال نادرست است. ما تاجیکان وقتی که از اینجا رفتیم در وظیفه ترجمان بودیم. ما ترجمانی بین مثلا من همون قماندان‌های گویم سابق شوروی با مردم افغان بودیم. روز 15 فوریه از بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان 30 سال پر شد. سبزعلی کریمов قریب 2 سال عمر خود را در افغانستان در جنگ گذراند. او در بتالون جاسوسی بود، اما میگوید اکثر سربازان تاجیک تلاش میکردند به مردم آسیب نرسانند. 100 روز انتظاری میکشی آخر بعد جواب دادن خلاص، نه که ما 100 روز انتظاری کشیدیم، با 3 ماه دیگه ما ایستادیم در اونجا. بعد ارمیا برآمد 88 نه برآمد و بعد ما را جواب دادن. سیفالله موسایف یکی از سربازان دیگر است که وحشت‌های جنگ افغانستان را در خواب می‌بیند. او از سال 1982 تا 84 در عملیات‌ها شرکت می‌کرد. رفیقم رو مثلا دیدم که در پیشم پاره شد، در مثلا با مینا یا بمب گویم. خداوند اصلا این جنگ دهشت جنگ رو به جوانان و من نشان ندهد. سربازان سابق تاجیک میگویند بیشتر بین افسران روس و مردم افغان نقش ترجمان را اجرا میکردند. آنها میافزایند اکثرا تلاش میکردند یک رحم در دل افسران روس و دیگر ملت‌ها نسبت به همزبان‌های خود را بیدار کنند. مثلا در عملیات‌های جنگی بودم که شخصا من اشتراک داشتم. مثلا با ما همون قماندان میفهمانیدم که اینها موسفید فرد موسفید وقتی که از طرف مثلا قوای شوروی قشونهای شوروی اگر فرض کنیم وفات یافت یا مثلا کشته شد، این بعد 10 گویم 7 نفر یا 10 نفر فرزند وی ما همچون دشمن میشویم. برای همین ما باید که مثال رسم و رسوم و چی آنها رو نگاه داریم. همه اینها مثلا ما در سیمای همه آنها ما دشمن نگاه نکنیم. سربازان سابق هر سال روز 15 فوریه با لباس نظامی و نشانهای خود به نزد هیکل الکساندر میرانینکا قهرمان شوروی از تاجیکستان برای گلگذاری میروند. این سنه هم برای سربازان زنده مانده یک جشن پراهمیت و بهانه خوب است برای بار دیگر گردی هم آمدن. که هیچ که این بچه‌ها هم خمو بخمون نمی ایسوب دولت اونجا فایرات کنن چیز رسم رسوم میبره یا تقدیم میکنن میشین تمام. ده همین روزی وای تمام فقط پیشتر بود روزی همین 2 سال اخیر تماما واشتگی. نیکمونی نشونه. خیلی رئیس نوحیه فایرات میکرد. اگم نوروزی میشی اگم وای میشید تکلیف مون میکردن میرفتیم. کاغ نویستاف کا. وزیرش دیگه قدر کن نیستیم کسی. همین روز رفتیم مجلس مناقضه در تئاتر جوانان هر که به خونه خود. جنگ شوروی در افغانستان 10 سال ادامه کرد. از تاجیکستان به این جنگ 15,000 سرباز و افسر و هم ترجمان و طبیبان سفربر شدند. در کشور 7,000 سابقه‌داران جنگ ثبت شدند. 365 سرباز و ترجمان تاجیک در این جنگ کشته شدند.